بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. الله سبحانه و تعالی را سپاسگزارم که این فرصت میسر شد تا باز هم در برنامه آن روی سکه در خدمت شما عزیزان باشم. همونطوری که اطلاع دارید، از تقریبا 4 روز به این طرف رژیم جنایتکار و مستبد خامنه‌ای و پیروان دجال قرن، خمینی زندیق، این کافر مشرک بی‌نظیر در تاریخ، بر روی فرکانس های هوتبرد شبکه های توحیدی، خاصتا شبکه جهانی وصال حق، به شدت پارازیت پخش می کنند تا شما عزیزان نتوانید از آن روی سکه این دجالان دین فروش، این آخوندهای جنایتکار و زندیق قم و تهران اطلاع حاصل کنید. اما این راهی است که ما از روز اول که این شبکه را تأسیس کردیم همه این چیزها رو سنجیدیم و برای هر چیز آمادگی داریم. اگر پارازیت پخش بکنن، اگر این فرکانسی که الان 11200 در هوتبرد شما دارید ما رو میبینید، اگر این فرکانس رو ببندن، فرکانس جدید انشالله اعلان خواهیم کرد و در راستای افشای چهره های کثیف این آخوندان دین فروش رافضی از هیچ سعی و تلاشی دریغ نخواهیم کرد. یکی از اسباب پخش پارازیت روی فرکانس های شبکه های توحیدی، خاصتا وصال حق، با این حجم و به این شدت این بود که بعد از اعدام جوانان بیگناه اهل سنت و افشاگری هایی که از طریق شبکه های توحیدی صورت گرفت و دروغ و دجل و خیانت و تلبیس صدا و سیما و شبکه های رافضی رو آشکار کردیم و چون توان جواب دادن به حق و حقیقت رو ندارند و بزدل و عاجز هستند در مقابل توحید، در مقابل حقیقت، سعی کردند که با پارازیت پخش کردن همان گونه که اجداد یهودی و مشرکشون در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی که پیامبر بزرگوار اسلام آیات قرآن رو تلاوت می‌کردن در مجامع مشرکین، می اومدن و سر و صدا را مینداختن و غوغا می‌کردن تا که صدای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به گوش کسانی که در اونجا حضور داشتن نرسه. و الله سبحانه و تعالی این صحنه رو به تصویر میکشه در قرآن کریم که میگفتن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه، به این قرآن گوش ندهید و سر و صدا بکنید تا مردم تشویش، پارازیت ایجاد بکنید تا مردم نتونن صدای حق و حقیقت رو بشنون. اما الله سبحانه و تعالی نور خود رو، دین خود رو به سراسر دنیا رساند. آن مشرکینی که دیروز پارازیت پخش می‌کردند رفتند و هیچ یاد و خاطره ای از آنها باقی نمانده و این مشرکین و زنادقه ای که امروز در این رژیم منحوس ولا اسلامی در ایران سعی می‌کنند صدای حق و حقیقت رو خاموش بکنن هم خواهند رفت و نسل‌های آینده از این جنایتکاران وحشی به بدی یاد خواهند کرد. یکی از اسباب پخش پارازیت رو شبکه‌های توحیدی، خاصتا بعد از اعدام جوانان اهل سنت، آشکار کردن چهره‌های دروغگو و خبیث آخوندهای دجال قم و تهران بود. ما کلیپی رو داریم از شبکه گمراهی و ضلالت، شبکه‌ای که ما البته اینجا اعلان بکنم که اسناد و مدارک زیادی داریم در مورد شبکه ولایت و آقای قزوینی که سر فرصت انشاءالله آشکار خواهیم کرد. فقط همه قد اشاره می کنم که حتی ما
از اون مبالغی که سازمان تبلیغات اسلامی سالانه برای شما پرداخت میکنن در شبکه ولایت به خاطر دروغگویی، به خاطر توهین و اهانت به اهل سنت، حتی از اونها هم خبر داریم. با صدا و تصویر جلساتی رو که در اونجا شماها حضور دارید، نمایندهاتون، و پولهای کلانی که از نظام ایران میگیرید به خاطر پخش دروغ و تزویر و خیانت و تلبیس، همه اینا رو ما اطلاع داریم. اما سر فرصت انشاءالله یک روزی فرصتی میسر بشه تا چهره واقعی شما رو بیشتر برای ملت ایران آشکار بکنیم. همینقدر که در طول این سالها دهها کلیپ دروغ قزوینی دجال رئیس شبکه ولایت رو پخش کردیم که تا هنوز به یکی از این کلیپ هم نتونست جواب بده و جواب نخواهد داد. برای عاقلان و حقجویان همین کافی است. در پی اعدام جوانان اهل سنت همه شبکه‌های نظام ایران بلا استثنا سعی کردن که با پخش دروغ و تلبیس و پارازیت مردم رو از تأثری که بهشون دست داده بود به خاطر این جنایت وحشیانه حکومت جنایتکار خامنه‌ای و خمینی و اذهان عمومی رو مشوش بکنن. من نمونه از یکی از کلیپ ها، فقط چند دقیقه این رو در برنامه امشب در شروع برنامه پخش می کنم تا شما عزیزان متوجه بشید که چرا اینا رو شبکه‌های توحیدی پارازیت پخش می کنن. به خاطر اینکه ما دروغ ها و خیانت ها و جنایت های اینها رو که سالها در پشت پرده پنهان بود آشکار کردیم. آن روی سکه این جنایتکاران رو برای شما نشون دادیم. من کلیپی است که در شبکه ولایت در مورد همین قضیه اعدام‌های جوانان اهل سنت این کلیپ پخش شده بود و سعی کرده بودن که طبق وظیفه‌ای که از طرف وزارت اطلاعات به جنایتکاران شبکه ولایت، همکاران وزارت اطلاعات رژیم آخوندی، در این برنامه اومدن صحنه‌هایی رو نشون دادن. احمد جان بعضی از این اعترافات. احمد جان این صحنه‌ای رو که من اینجا پخش میکنم نشون بدید. یه در مورد مولوی عبدالحمید قبلا گفتیم، باز هم میگیم اختلاف سلیقه داریم ما با نه الان مولوی عبدالحمید شما کافر نه برای من کافر نمی‌کنه. شما می‌دونی اصلا مراسم عزاداری در سنندج ملاهای نوکر خودشون بود که آورده بودن در اونجا تا این جنایت رو تحت پوشش قرار بده. طبعا این بیچارا چون که حقوق بگیر وزارت اطلاعات هستن، ما اینا رو معذور میدونیم و ارزش این هم ندارن که در مورد اینا چیزی بگیم. و کلیپ های دیگری هم پخش کردن در این برنامه از اعترافات که کارهایی که کرده ترور بوده، سرقت مسلحانه بوده، آدم ربایی بوده و همه اینا حکمش اعدامه. برای اساس همین عقاید یه روزی اسلحه برداشتم که شما هم اینجوری نشید. ما اینجوری شما عرض کنم که انبیا خواهند بله. من صحت داره که این حکم جاری بشه. در مورد اعترافاتی که اینها پخش کردن از شبکه‌های صدا و سیما، از شبکه ولایت، که این جوانان اهل سنت جنایت کردن، ترور کردن، آدم کشتن و از این حرفا. بر صورت در مورد اعترافاتی که از جوانان اهل سنت پخش کردن و اینکه این اعترافات چگونه گرفته میشه. اینها در جنایت، در ظلم، در ستم دست یهودی‌ها و صهیونیست‌ها را از پشت بستن. بی‌رحم‌ترین، سنگدل‌ترین انسان‌ها در طول تاریخ مشرکین بودن. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم بیان میکنه که شدیدترین انسان‌ها بر علیه مسلمان‌ها و مؤمنین یهود و مشرکین هستند. و دلیل این عداوت و دشمنیشون دوری از الله سبحانه و تعالی، دوری از توحید و یکتاپرستی است. انسان موحد هیچ وقت سنگدل نمیشه.
اینا چطور در زندانهاشون اعتراف میگیرن از زندانیان؟ همسر طرف رو میارن، زندانی سنی اون طرف میلای زندان، این طرف میلای زندان همسرش رو میارن، میگن که یا این حرفا رو جلوی دوربین میزنی یا که همسرتو همینجا جلوی چشمات لخت میکنیم و بهش تجاوز میکنیم. و بارها لخت کردن، تجاوز کردن به همسرای زندانیا جلوی چشماتشون. به خود زندانی که تجاوز جنسی، که این یک امر خیلی عادی است پیش سربازان لوطی امام زمان خمینی و خامنه‌ای کثیف. ما در کهریزک دیدیم، در ایوین دیدیم، در جریان انتخابات که حتی به شیای خودشون هم رحم نکردن. تجاوز جنسی به زندانیان زن و مرد این عملی است که در زندانهای رژیم جنایتکار ایران یک امر عادی است، خیلی یک امر مثل آب خوردن. اما چطور اعتراف میگیرن؟ خواهر طرف رو میارن، مادرش رو میارن، همسرش رو میارن، جلو چشماش لخت میکنن، میگن این حرفا رو بزن و الا بهش تجاوز میکنیم. برای یک انسان مسلمان عزت و شرف و ناموسش از همه دنیا ارزشش بالاتره. هر چی که از ذهنش بیاد میگه، به خاطر اینکه ناموسش، عزتش، همسرش رو نجات بده. من در کلیپی که میخوام نشونتون بدم گوشه هایی از بازجویی مأموران اطلاعات، سربازان بدنام امام زمان در زندان جمهوری لا اسلامی ایران، اونم بازجویی از کی؟ از زن سعید امامی، معاون وزیر اطلاعات سابق. وزیر اطلاعات همسرش رو، معاون وزیر اطلاعات رو، همسرش رو بردن دارن ازش بازجویی میکنن. این زن نه وهابیه، نه داعشیه، نه سنیه، بلکه شیعه اثناعشریه. زن معاون وزیر اطلاعات جمهوری به اصطلاح اسلامی خودشونه. سیده هم هست، از سادات است، هاشمی، از اولاد پیغمبرم هست. ببینید که مامورین کثیف نظام جنایتکار خامنه‌ای از این زن، یک زن شیعه اثناعشری، چگونه بازجویی میکنن. من از خواهرانی که دارن این صحنه رو میبینن عذر میخوام از عزیزانی که اگر دوست ندارن که این صحنه‌های خشن و مستهجن رو بشنون و ببینن، خواهشاً تلویزیونشون رو خاموش کنن برای چند دقیقه. فیلمی هست که از دوربینای مداربسته خود اینا لو رفته، بازجویی از زن سعید امامی، معاون وزیر اطلاعات. تا شما عزیزان، من این فیلم بخاطر این پخش میکنم ببینید که وقتی یک سنی، وقتی یک موحد میاد حرفهایی رو اعتراف میکنه در صدا و سیما، چطور این اعترافها رو گرفتن. کاوه شریفی رو اعترافاتش رو پخش کردن و ما در هفته گذشته در روز چهارشنبه صدای کاوه شریفی رو بعد از این اعترافات که از زندان برای ما فرستاده بود پخش کردیم که میگه که این اعترافات رو در شرایط سخت از من گرفتن. مسائل خانواده و اینا مطرح بوده که این اعترافات رو از من گرفتن. الان ببینیم که با زن سعید امامی چگونه برخورد میکنه. میگم شما حالا تا قیامت از من بپرسیم با کسی، من یک زن مسلمانم، من یک زن شوهر دارم، رابطه با دیگران حرامه. شوهرت چرا این رو اقرار کرده؟ شوهر من فکر نمی کنم اقرار کرده باشه، من بعید میدونم. تو نسبت تو به سعید نسبت خانوم من به منه؟ نه، من تو خانوم سعید بودی. ها؟ جواب بده. بله. تو خانومش بودی؟ بله. البته خودش همیشه به من میگفته و مثل شوهر برای من هستی، برای این هر مسئولیتی رو توشته. خب این تو اون مسائل درسته. تو مسائل جنسی هم تو زنش بودی؟ ها؟ تو زن اون بودی؟ آقا چون این بچه ها رو نمیاریم اینجا بشونیم، اصلا بریم اون اتاق دوربین بذاریم، بچه ها رو بیاریم دونه دونه رابطه هاشون رو با این بگم. زیاد شدن دیگه تو اتاق نمیشه تو نوبت میام. اولین جلسه با جزئیاتش در اومده، با رنگ پیرهنت، میفهمی چه روزی بوده، چه ساعتی بوده. اینا رو حافظه ها کمک نکرده، اینا ملات های یک سازمانی که به دست ما افتاده. یعنی به همین فاصله آقا ببین اینا موسیقی اینجا بایستدوده همینجا، سعیدم همینجا. خوبه؟ با همین فاصله تو هم تو این وسط بودی، چه شکلی نقش رابطه بازی کردی؟ از یه طرف وصلی به این بودی، از یه طرف وصلی به اون بودی. اینو توضیح بده.
رابطه اونطوری نداشتم. ها اونی که اینو گفته که دهنت به کجا وصل بوده، عربت به کجا وصل بوده، گوش بده. اونی که اینو گفته بقیه‌اش هم گفته، بهت رحم نکردن، بدبخت. امروز یک فاحشه جاسوسه کثیفی. ها همون شد. دوست داشتی نیم ساعت جزئیات این مطالب رو میشه، خواسته های کثیفت رو میشه، کی شست از شستش استفاده بکنه، کی فلان بکنه، کی چی بکنه، همش موجوده. آقای آمولی ببینید، آقای آمولی مفرش میشه ببینید من نمیدونم، خانم مؤمنه عفیفه، ببینید من نمیدونم اینا چرا این حتی قطر مصرف خیارات هم میدونیم. خب حتی کدوم انگشت رو باید برات مصرف میکردن اونم میدونیم. بله. البته این فیلمی که ما پخش کردیم 2 دقیقه و نیم تقریبا از بازجویی است. و فیلم کاملش هم در اختیار داریم و افراد دیگری هم که ازشون بازجویی میکنن. به خاطر اینکه دوستان یقین حاصل بکنن که ما فیلم کاملش رو داریم، من خدمت شما عزیزان فیلم کامل این جنایتکاران رو پخش میکنم تا ببینید که چطور بازجویی میکنن. احمد جان، تو نسبت تو به سعید شوهر برای من هستی، در این هر مسئولیتی رو پشته. سعید هم همینجا. خب همون شو کجا تو لیست بزنم من رو نگاه کن، اونم میدونی. ببینم تو وادار میکردی مردا کجا تو لیست بزنم من رو نگاه کن. شما توصیح بینم دست بسار خواهد این جزیات بگیره فقط رو کار رو بهش یاد بدم که چی بوده میخوایی واسه تحق کنیم باشن، میخوای شکلش هم بکشیم، تاریخاشو بگیم، به خودم کجا بود این که مثلا موسیقی به زن تو چقدر علاقه منده اینو میخوای واسه تحق کنیم و زن موسیقی تو چقدر علاقه منده و کجاها ترتیب همون دادیم. میخوایی چی؟ چی گفتی؟ هیچی ببخش. میخوایی واسه تحق کنیم باشن، میخوای شکلش هم بکشیم، تاریخاشو بگیم، به خودم عبر خودم رو میشناسم، دوم خانم ها رو میشناسم. حالا با قسم خورده هیچ کس دیگه هم نیستم. پس حریف میتونم نه من اینطوری نیستم، اتفاقا اصلا بحثم این چنین نیست. اینم یکی از، اول ببینید با رکیکترین الفاظ جنسی میخوان شخصیت طرف رو خورد بکنن و بعد از اون چه کارهایی داخل این زندان ها صورت میگیره با این زنها و مردهای بیگناه، این رو خدا فقط خبر داره. این گوشه از بازجویی یکی از زنان شیعه اثناعشری از سادات اهل بیت و معاون اسبق وزارت اطلاعات رو همسرش اینطوری باش برخورد میکنن. شما فکر میکنید با جوانان موحد اهل سنت چه برخورد کردن در زندان ها؟ اینا انقدر کثیفن، انقدر بدبختن، انقدر خار و ذلیلن، به خاطر همین پارازیت پخش میکنن که این جنایت هاشونو کسی خبر نداره و از این که ما اطلاع رسانی بکنیم و مردم آگاه بشن از این میترسن. و دروغ گفتن و فریب دادن. بعدش هم تو همین برنامه‌ای که بعد از اعدام جوانان اهل سنت گذاشته بودن، آقای ابوالقاسمی که دروغ و تلبیس و خیانت رو از استادش یاد گرفته، میاد میگه که اینها این
آدم کشی و نمیدونم فلان و اینا رو که کردن، مردم رو تکفیر میکنن، اینا رو از محمد ابن عبدالوهاب یاد گرفتن و محمد ابن عبدالوهاب در کتابش این مسائل رو آورده. من فقط یکی از دروغ هایی که تو اون برنامه گفتین آقای حجت الاسلام اطلاعاتی، یکی از این مطالب رو خدمت شما عزیزان نشون میدم. احمد جان صدا و تصویر داشته باشه. یا محمدی به عنوان تبرک بالاخره گذاشته، یک تابلویی بوده، یک علامتی بوده، این چه معنی داره؟ این آیا باعث این میشه که حکم کفر طرف رو صادر کرد با یک یا محمد گفتن؟ در کجای دین و در کجای شریعت اسلامی این حکم بالاخره جاری میشه و صحت داره که این حکم جاری بشه؟ ممنونم از شما جناب امام مصطفی صلی الله علیه و سخنان مصطفی شنیدیم در این خصوص. خیلی متشکرم از جناب امام مصطفی و در تکمیل فرمایشات این عزیز یک عبارت فقط نشون بدم از کتاب محمد ابن عبدالوهاب، ببینن بد نیست که این فکرها از کجا نشأت میگیره. کشف الشبهات، شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب که میاد در این کتاب میگه این که گروهی از مردم قصد کنند ملائکه را یا انبیا یا اولیا را و از اونها شفاعت بخواهند، هو الذی احل دماءهم و اموالهم، خون و مالشون رو حلال میکنه. سلفیگری، کسانی که طرفدار محمد ابن عبدالوهاب هستن، میگن آقا محمد ابن عبدالوهاب کار بد نکرده، کاری که او انجام داده هنوز آثار جنایت‌هاش جاریه، هنوز به خاطر فتاوایی که او صادر کرده دارن میان در کردستان اهل سنت رو میکشن، اموالشون رو میدزدن. به شیعه مربوط نمیشه به خاطر فتوای این آقا. و همین شبکه ها که با این فتاوا داغدار کردن خانواده های اهل سنت رو و گمراه کردن جوانان اهل سنت رو، و کارشناس همون شبکه رهبر فکری اون گروه بوده، الان تو اون شبکه به اصطلاح شروع کردن ما داغدار اینها هستیم، ما انتقام خون اونها رو خواهیم گرفت. آی اهل سنت دارن شما رو مظلومانه میکشن. این خیلی برای ما مهمه که بدونیم اینها چه افرادی هستن، چه افراد پلیدی هستن. البته خب عزیزان اهل سنت خود جناب ما مستشریف آوردن اینجا، جناب آقای مولوی عبدالحمید امروز در نماز بله. هر انسانی که اطلاع نداشته باشه از عقیده محمد ابن عبدالوهاب و از کتابهاش، طرف کتاب محمد ابن عبدالوهاب رو نشون داد، بله کتاب محمد ابن عبدالوهاب، این مطلبی که ایشون اینطوری خوند درسته؟ اما آیا در مورد اهل سنت است؟ اینجاست که دروغ میگه ابوالقاسمی، مانند قزوینی. اینجاست که قبل و بعد مطلب رو نمیخونه، اینجاست که تلبیس میکنه، خیانت میکنه. ای آخوند بی حیا، ای ابوالقاسمی دروغگوی بی حیا بی شرم، اگر جرأت داری، شهامت داری، مردانگی داری، از سر فصل این کتاب بیار، از صفحه 14 15 16 3 صفحه رو بیار که این مطلب رو محمد ابن عبدالوهاب در مورد کی گفته. جرأت و شهامت و مردانگی داری، بیار نشون بده. میدونید در مورد کی گفته؟ حکایت از مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. اینکه اونها به توحید ربوبیت اعتقاد داشتن و اینکه میدونه، یعنی قبول داشتن، اقرار میکردن که خالق و رازق الله سبحانه و تعالی است، پروردگاری در آسمان ها وجود داره، اما به خاطر افعالی که انجام میدادن، به خاطر شرکی که انجام میدادن، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اموالشون و خونهای اونها رو مباح کرد. رسول الله مباح کرد. در جنگ بدر باشون جنگید، در احد باشون جنگید، در خندق باشون جنگید، در حنین باشون جنگید. 10 سریه و گردانهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستادن برای جنگ با مشرکین که مشرکین رو کشتن، آیا این حلال کردن خونهای اونا نبود؟ به خاطر چی بود؟ بیایید میریم کتاب محمد. من بازم تشکر میکنم که این مطلب رو باز کردن که ما بیاییم کتاب رو نشون بدیم و صفحه دیگری از دروغهای شما آخوندهای دین فروش برای مردم آشکار بشه. این کتاب کشف الشبهات است از شیخ الاسلام
محمد ابن عبدالوهاب، کتاب دقیقا همون کتابی که ابوالقاسمی این آخوند دروغگو نشون داد. و رفت در صفحه 16 گفت در صفحه 16 این مطلب اومده. دقیقا ما میریم به صفحه 16. بله دقیقا همون مطلب. و ان قصدهم الملائکه او الانبیاء او الاولیاء یریدون شفاعتهم و تقرب الى الله بذلك هو الذي احل دماءهم و اموالهم. قصد آنها به سوی ملائکه و انبیا و اولیا و خواستن شفاعت آنها و تقرب به الله از طریق آنها این چیزی بود که خونها و اموال آنها را حلال کرد. این در کتاب کشف الشبهات صفحه 16 چیزی که آخوند ابوالقاسمی نشون داد. اما ما میریم، احمد جان نشان بده، میریم صفحه، این صفحه 15 و اینم صفحه 14. کلا بحث محمد ابن عبدالوهاب در اینجا چی است؟ در مورد توحید است. در اینجا میاد تعریف میکنه که اعلم رحمك الله ان التوحید هو افراد الله سبحانه بعباده و هو دین الرسل الذي ارسلهم الله به الى عباده. توحید این یکتا دانستن الله سبحانه و تعالی در عبادت است و این دین پیامبرانی است که الله سبحانه و تعالی آنها را برای بندگانش فرستاد. اول آنها نوح علیه السلام است که الله سبحانه و تعالی او را فرستاد به سوی قومش انگامی که غلو کردن در مورد صالحین، در مورد ود و سواع و یغوث و یعوق و نصر که در سوره نوح مفصل در این مورد الله سبحانه و تعالی ذکر کرده. و آخر رسول، آخرین پیامبران محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ایشان کسی بودند که این بت‌هایی رو که به صورت اون صالحین درست شده بود در مکه اونها رو شکستن. الله سبحانه و تعالی او رو فرستاد برای به سوی مردم که الله سبحانه و تعالی را عبادت بکنن و به سوی الله سبحانه و تعالی حج بکنن، برای الله سبحانه و تعالی صدقه بدن، الله سبحانه و تعالی را بسیار ذکر بکنن. ولیکن این مشرکین چیکار میکردن؟ بعضی از مخلوقات را وسیله بین خودشون و بین الله سبحانه و تعالی قرار میدادن و میگفتن که ما به وسیله اینها به الله سبحانه و تعالی نزدیک میشیم. الله سبحانه و تعالی چی میگه در مورد مشرکین؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. هر چی که محمد ابن عبدالوهاب در اینجا میگه عیناً برگرفته شده از قرآن کریم است. خارج از قرآن اگر حرفی بزنه محمد ابن عبدالوهاب، چون که پدر محمد ابن عبدالوهاب هم باشه، خارج از قرآن و سنت حرف بزنه حرفشو میزنیم به دیوار. ما دینمون از محمد ابن عبدالوهاب نمیگیریم، دینمون ما از محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و از قرآن کریم میگیریم. اگر حرف اشتباهی محمد ابن عبدالوهاب بزنه خلاف قرآن و خلاف سنت هرگز قبول نمیکنیم و حرفشو میزنیم به دیوار. بعد از این که میاد میگه که اینا می اومدن اینا رو وسیله بین خودشون خدا قرار داده بودن و میگفتن که از وسیله اینها ما تقرب میجویم به الله سبحانه و تعالی و شفاعت اینها رو میخوایم. مثلا ملائکه رو، عیسی ابن مریم رو که مسیحیت این کار رو میکنه و دیگر مردمان از صالحین رو که اینها شفیع و واسطه بین خودشون و خدا قرار داده بودن. الله سبحانه و تعالی محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو فرستاد که تجدید بکنه دین پدرشان ابراهیم علیه السلام رو و اونها خبر بده که این تقرب و اعتقاد فقط برای الله سبحانه و تعالی است و این عبادت و تقرب و اعتقاد به الله سبحانه و تعالی برای هیچ کس، نه ملک مقرب نه نبی مرسل، برای هیچ کس جایز نیست. اون مشرکان در اینجا میگه فهؤلاء المشرکون، اون مشرکینی که در زمان پیامبر بودن اقرار میکردن، شهادت میدادن که الله سبحانه و تعالی خالق است، رازق است و یگانه هست، هیچ شریکی نداره، رزق تنها از طرف اوست، زنده کردن از طرف اوست، میراندن از طرف اوست، تدبیر امور از طرف اوست، همه آسمان های هفتگانه و هر چی که در آن است و زمین در دست اوست، همه چیز بنده و تحت تصرف الله سبحانه و تعالی است. میایم در صفحه 15. اگر تو دلیل میخوای بر اینکه آن مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را کشت، با آنها جنگید، اونها شهادت میدادن به این چیزا، الله سبحانه و تعالی میگه در سوره یونس آیه 31 وقتی که از اون مشرکین پرسیده شد قل من یرزقکم من السماء والارض اما یملک السمع والابصار، کیست که از آسمان شما رو روزی میده و از زمین؟ کیست که مالک شنوایی و بینایی شماست؟ و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، کیست که مرده را از زنده و زنده را از مرده بیرون میکنه؟ و من یدبر الامر،
کی است که صاحب تدبیر همه امور است؟ فسیقولون الله. میگفتن که الله. این اقرار مشرکین بود، مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله سبحانه و تعالی در جوابشون چی میگه؟ فقل، بگو ای محمد به این مشرکین، افلا تتقون، آیا پرهیزگاری پیشه نمی کنید؟ و در سوره المؤمنون آیه 84 تا 89 دقیقا همین مطلب رو دوباره تذکر میده. وقتی که از اونها ای محمد بپرس از اونها، قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون، بگو که زمین و آنچه در زمین هست از آن کیست؟ سیقولون لله، میگویند که از الله است. قل افلا تذکرون، بگو آیا پند نمیگیرید؟ ای محمد به این مشرکین بگو که شما که میدونید که زمین و هر چی که در آن است از آن الله سبحانه و تعالی، چرا پس پند منو نمیگیرید؟ چرا موحد نمیشید؟ چرا از شرک دست بر نمیدارید؟ قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، بگو که پروردگار آسمان های هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ کی؟ سیقولون لله قل افلا تتقون. همین مشرکین زمان رسول الله میگفتن که از الله است، همه چیز در دست الله است. پس میگه بگو ای محمد، قل بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم به همین مشرکین، افلا تتقون، آیا تقوای الهی پیشه نمی کنید؟ قل من بیده ملکوت کل شیء و هو یجیر ولا یجار علی، بگو که صاحب اختیار همه چیز کیست و به او پناه برده می شود، به کسی نیست که در مقابل او کسی رو پناه بده. این کنتم تعلمون، اگر شما میدانید. مشرکین آیت الله ها بودن دیگه، آیت الله العظمی ابو جهل، آیت الله العظمی ابو لهب، آیت الله العظمی مغیره، آیت الله العظمی شیبه، همشون آیت الله بودن. والله از آیت الله های قم و نجف و تهران بهتر میدونستن دین رو، والله از اونها موحدتر بودن، یک تا پرستر بودن. چی میگفتن؟ سیقولون لله، میگفتن که همه این ملکوت آسمان ها و زمین، صاحب اختیار و پادشاه آسمان ها و زمین، همه از آن الله سبحانه و تعالی است. قل فانا تسحرون، کجا سرگردان میشید؟ چرا به طرف دیگه میرید؟ چرا به طرف دین الله سبحانه و تعالی بر نمیگردید؟ کلا محمد ابن عبدالوهاب در اینجا داره بحث مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و اشکالاتی رو که اونها در توحید داشتن بیان میکنه. بعد در اینجا چی میگه؟ فاذا تحققت انهم مقرون بهذا، وقتی که تو تحقیق میگیری میبینی که اونها همه چیز اقرار میکردن مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، و انه لم یدخلهم فی التوحید الذي دعا الیه رسول الله صلی الله علیه و سلم. همه این اقرارها اینا سبب نشد که اینها وارد توحیدی بشن که رسول الله صلی الله علیه و سلم به آنها دعوت میکرد. اگر قرار باشه که ما یعنی قزوینی و سیستانی و خمینی و خامنه‌ای و این آیات اعظام و حجج اسلام علیهم لعنت الله رو اینها رو مسلمان بدونیم، پس باید ابو جهل و ابو لهب رو از اینها مؤمن‌تر بدونیم. اگر قراره که قزوینی مسلمان باشه، باید ابو جهل مؤمن باشه. چرا؟ چون این اقراری رو که ابو جهل و ابو لهب کرده در قرآن کریم، در سوره یونس، در سوره مومنون، این اقرار امروز قزوینی نمیکنه. اگر از قزوینی بگی که صاحب رزق و روزی به دست کیست؟ میگه به دست خدا و به دست امام زمان، به دست خدا و به دست حضرت علی، به دست خدا و به دست امام حسن و امام حسین. آیات اعظام اینا که این حرفا رو میزنن. ابو جهل میگه فقط به دست خداست. رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه با همون ابو جهل و ابو لهب جنگیدن. همین ابو لهب رو گردنش رو زدن، خونش رو ریختاندن. 72 نفر از سران اینها رو که موحدتر از قزوینی و از سیستانی و از خمینی و خامنه‌ای بودن، در جنگ بدر به اسفل السافلین فرستادن. چرا؟ همه چیز رو قبول داشتن، اما مشکل داشتن در عبادت. نماز برای غیر خدا، طواف برای غیر خدا، زیارت قبر برای غیر خدا، خواستن دعا طلب کردن از غیر خدا. کارهایی رو که مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدادن و به خاطر همون رسول الله صلی الله علیه و سلم با آنها جنگید، امروز مشرکین آخوندیزم بدتر از اون رو دارن انجام میدن. و بعد از اون در ادامه چی میگه؟ و عرفت ان التوحید الذي جهدوه هو توحید العباده. آن توحیدی که انکار کردن مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم توحید عبادت بود. الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. حتی مشرکین در زمان ما هم اینو بهش میگن اعتقاد. كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو الملائكه لاجل صلاحهم وقربهم من الله. بعضیا ملائکه رو میپرستن، به ملائکه متوسل میشدن.
لیشفعوا لهم، برای که شفاعت آنها رو بکنن. او یدعو رجلا صالحا مثل لات، یا مشرکین چیکار میکردن؟ مرد صالح مثل لات، یکی از بت‌های مشرکین بود، اونو طلب میکردن. بعضیشون ملائکه رو میپرستیدن، میگفتن ملائکه دختران خدا هستن و علیاذ بالله، اونها رو پرستش میکردن یا اونها رو واسطه بین خودشون و خدا قرار میدادن. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. او نبی مثل عیسی، یا پیامبری مانند عیسی. و عرفت ان رسول صلی الله علیه و سلم، و دانستی که پیامبر صلی الله علیه و سلم قاتلهم، با این مشرکین جنگید، به خاطر همین شرک، علی هذا الشرک و دعائهم الى اخلاص العباده لله وحده، و اونها رو دعوت کرد برای چی؟ که در عبادت خودشون هم فقط برای الله سبحانه و تعالی دین رو خالص داشته باشند. کما قال تعالی، چون که الله سبحانه و تعالی در سوره جن آیه 18 میفرماید و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، مساجد از آن الله است، با الله سبحانه و تعالی کسی دیگری رو نخوانید. میایم صفحه 16، همین صفحه‌ای که این آخوند جنایتکار دروغگوی اطلاعاتی علی اللهی تهمت میزنه به محمد ابن عبدالوهاب که به خاطر همین فتوا، قسمتی از حرف اینو از که در مورد مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم است آورده، میگه به خاطر این فتوا، به خاطر این فتوای محمد ابن عبدالوهاب اهل وهابی‌ها به اصطلاح میان اهل سنت و اینا رو تکفیر میکنن و میکشن. در حالی که در اینجا میگه کما قال تعالی، الله سبحانه و تعالی میگه له دعوت الحق، دعوت حقیقی، دعای حقیقی فقط برای الله سبحانه و تعالی است. والذین یدعون من دونه، کسانی که غیر از الله شما میخوانید، لا یستجیبون لهم بشیء، به هیچ چیز پاسخ شما را نخواهند داد. و تحققت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قاتلهم لیکون الدعاء كله لله، رسول الله صلی الله علیه وسلم با این مشرکین جنگید که دعا خواستن فقط برای چی باشه؟ فقط برای الله سبحانه و تعالی باشه. و الذبح كله لله، قربانی کردن فقط برای الله سبحانه و تعالی باشه. بل استغاثه كله لله، رسول الله صلی الله علیه وسلم با مشرکین جنگید به خاطر اینکه قربانی برای خدا باشه، خواستن برای خدا باشه، دعا برای خدا باشه. و جمیع انواع العباده كلها لله، و همه انواع عبادت ها همش برای الله سبحانه و تعالی باشه. پیامبر صلی الله علیه وسلم به خاطر این جنگید. بعد و عرفته، این پاراگراف کامل است که این آخوند دروغگو زندیق، این روباه مکار شبکه ولایت، شاگرد قزوینی که به چوپان دروغگو معروف است و این دروغگویی و تلبیس و خیانت را از استاد خبیثش یاد گرفته، در اینجا چی میگه؟ محمد ابن عبدالوهاب میگه که و عرفت ان اقرارهم به توحید الربوبیه، تو دانستی که اقرار مشرکین به توحید ربوبیت، چنانچه در آیات سوره یونس المؤمنون برای نمونه ذکر کرده، لم یدخلهم فی الاسلام، آنها را در اسلام داخل نکرد. و ان قصدهم الملائکه، و قصد کردن آن مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که ملائکه رو میخواستن و انبیا رو میخواستن و اولیا رو میخواستن، یریدون شفاعتهم، و شفاعت آنها رو میخواستن، و تقرب الی الله بذلک، و نزدیکی میجستن به الله سبحانه و تعالی به وسیله این بت‌ها، به وسیله این ملائکه، به وسیله این انبیا، به وسیله این اولیا. هو الذی احل دماءهم و اموالهم، این چیزی بود که خونهای اونها رو و مالهای اونها رو برای رسول الله صلی الله علیه و سلم حلال کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم با آنها جنگید. دیدید که محمد ابن عبدالوهاب چی میگه و این آخوند دروغگوی زندیق چطور میاد تحریف میکنه؟ به خاطر اینکه این حقیقت ها رو شما ندانید، بعد میان رو شبکه ها پارازیت پخش میکنن تا حق و حقیقت رو بپوشانن از مردم. عرفت حینئذ التوحید الذی دعت الیه الرسول، حالا دانستی که توحیدی که پیامبران به سوش دعوت میکردن کدوم توحید است؟ و ابى ان الاقرار به المشركون، و مشرکون رد کردن، اقرار نکردن به این توحیدی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به خاطرش جنگید، جهاد کرد با اونها. پیامبر صلی الله علیه وسلم از اونها چیز دیگری نمیخواست. میگه بابا شما با الله سبحانه و تعالی مستقیم رابطه برقرار بکنید، اینها رو در عبادت در بین خودتون الله سبحانه و تعالی قرار ندید. به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با آنها جنگید. و هذا توحید، و این توحیدی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش دعوت میکرد، هو معنی قولک لا اله الا الله. معنی لا اله الا الله چیست؟ خب یک شیء عاقل بیاد امروز بگه که ابو جهل و ابو لهب و این همه مشرکین زمان رسول الله میگفتن خدا رازق است، خدا خالق است، خدا همه چیز است، خدا مدبر است، خدا پادشاه است، خدا صاحب اختیار در زمین، خدا همه چیز است.
پس اینو چرا لا اله الا الله نمی گفتن؟ مشکل در همین بود. لا اله، نیست هیچ معبودی شایسته عبادت الا الله، مگر الله یکتا. این است معنی لا اله الا الله که مشرکین توش مشکل داشتن. قزوینی توش مشکل داره، سیستانی توش مشکل داره، زنادقه قم و تهران و نجف توش مشکل دارن، نفهمیدن معنی لا اله الا الله رو. اگر اینا میدونستن که لا اله میگن لا اله الا الله، معنیشو نمیفهمن. هیچ دقت کردید که این یک کلمه کوچیک، یک جمله کوچیک خیلی کوتاه سبب میشه که شما مؤمن بشید و اقرار نکردن به همین جمله سبب میشه که شما کافر بشید؟ هزاران معنی در این نهفته است. لا اله الا الله، نیست هیچ معبودی شایسته عبادت مگر الله یکتا. یک بدوی، یک انسانی که بلد نیست نه بخونه نه بنویسه، از بادیه اومد خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم، یا رسول الله من مشکلم خیلی زیاده، گوسفند دارم، مشغولم، تو این خلاصه دین رو به من بگو که خلاصه دین چی است، خلاصه در یک جمله برام اسلام رو خلاصه بکن. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن لا اله الا الله. این بدوی خیلی عاقل بود، اون بدوی که این هر مثالو کرد عاقل‌تر از این آیات اعظام و حجج اسلام بود. خاک پای اون بدوی والله بر هرچی امام به سر رافضی است در عراق و ایران و همه جا ارزش داره. خاک پای شترش، چون که میفهمید توحید رو، سرش انداخت پایین، بالا نگاه کرد، بعد از چند لحظه گفت یا رسول الله یعنی دشمنی با همه؟ بله، وقتی گفتی لا اله الا الله همه با دشمن میشن. محمد امین تا وقتی که لا اله الا الله نگفته بود، دعوت به لا اله الا الله نکرده بود، در بین مشرکین محمد امین بود، حکمشون بود، داورشون بود، امانتدارشون بود، بهترینشون بود، همه جا تعریفشون میکردن، محمد امین میگفتن. وقتی که وارد مجلس میشد همه از جا بلند میشدن، در صدر مجلس مینشوندن، بهش احترام میگذاشتن. وقتی گفت لا اله الا الله سرش خاکستر ریختن، جلوی پاش خار ریختن، شکمبه شتر رو بر دوشش در وقت سجده در مکه گذاشتن. در طائف انقدر با سنگ زدن که خون از بدن مبارک جاری شد. در احد دندان مبارک رخسارشون زخمی شد، خون از بدن مبارک جاری شد. به خاطر چی؟ چی تغییر کرده بود در محمد صلی الله علیه و آله و سلم؟ هیچ چیزی تغییر نکرده بود، فقط دعوت کرده بود به لا اله الا الله. لا اله الا الله یعنی دشمنی با همه طواغیت. لا اله الا الله دشمنی با هر چی که من دون الله پرستش میشه. لا اله الا الله دشمنی با هر چی آیت الله و حجت الاسلام و کسانی است که دین رو احتکار کردن در حوزه‌های علمیه. به خاطر همین لا اله الا الله بود که خونها ریخته شد. به خاطر همین لا اله الا الله بود که سمیه و یاسر به شهادت رسید. به خاطر همین لا اله الا الله بود که بلال و عبدالله ابن مسعود و دیگر صحابه و عمار در ریگزارهای گرم و سوزان مکه زیر نیزه ها و سنگ ها و شمشیرهای مشرکین شکنجه شدند، زجر کشیدند، به شهادت رسیدند. به خاطر چی بود؟ به خاطر لا اله الا الله. ولی عقیده ابو جهل و عقیده قزوینی که فرقی نداره. تازه ابو جهل خیلی مؤمن‌تر از قزوینی بود. همین لا اله الا الله بود که دیوار کشید بین اسلام و کفر. همین لا اله الا الله بود که صفها رو جدا کرد. همین لا اله الا الله بود که در بدر و احد پدر مسلمان شمشیر کشید به طرف فرزند مشرکش. همین لا اله الا الله بود که در بدر و احد و خندق پسر مؤمن شمشیر کشید در مقابل پدر مشرکش. همین لا اله الا الله بود که عبدالله ابن ابی ابن سلول در دیوار دروازه مدینه ایستاد و به پدر منافقش گفت که تا رسول به تو اجازه نده حق نداری که وارد بشی. این لا اله الا الله بود که همه این رشته ها را از بین برد. تنها رشته ای که لا اله الا الله باقی گذاشت چی بود؟ توحید، ایمان. انما المؤمنون اخوه. اگر برادری از ما، برادرمون، از پدرمون، از مادرمون مشرک است، برادر ما نیست. اما اون سیاه آفریقایی در گوشه آفریقا زندگی میکنه، در زیر خیمه ها نان و غذا برای خوردن نداره، آب برای نوشیدن نداره، برادر من است چون که مؤمن است. اسلام اومد این رو نهادینه کرد در
بین انسان ها. در ادامه میگه این لا اله الا الله بود که توحیدی که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای این دعوت کرد. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجله لأجل هذه الأمور. پروردگاری که ما با لا اله الا الله میخوانیم پروردگاری است که به داد ما میرسه، پروردگاری است که به ما روزی میده، پروردگاری است که براش عبادت میکنیم، پروردگاری است که براش نماز میخونیم، پروردگاری است که از او همه چیز خودمون رو میخوایم. و اونها مشرکین چیکار میکردن؟ خدای اینها چی بود؟ خدای اینها یا ملکی بود، یا پیامبری بود، یا ولی بود، یا درختی بود، یا قبری بود، یا جنی بود. اینها رو خدا قرار داده بودن. خدا قرار دادن تنها به این معنی نیست که بگی که اینها این جنی یا این امام رضا یا این امام حسین اون بالا بالا نشسته سیطره کل جهان در دست اوست. به مجرد اینکه یکی از عبادت هایی رو که خاص برای الله است برای او قرار دادی شدی مشرک. این صفحاتی بود که از این کتاب این آخوند دروغگوی خبیث نشون داد و اونو چسبون به جوانان اهل سنت تا به اونها اینطوری بگه که بله اینها وهابی بودن، پیرو محمد ابن عبدالوهاب بودن. من یک سرچ خیلی کوتاه کردیم در مورد اینکه آیا واقعا محمد ابن عبدالوهاب اهل سنت رو کافر میدونسته؟ آیا محمد ابن عبدالوهاب به خاطر بدعتی، به خاطر زیارت قبری، به خاطر توسلی، به خاطر استغاثه کسی رو کافر میدونسته؟ ما نمیریم به کتاب‌هایی که شیعه بر علیه محمد بن عبدالوهاب نوشتن مراجعه بکنیم و نمیریم به کتاب‌هایی که اهل سنت یا به قولش اینا وهابیت در تعریف از محمد بن عبدالوهاب نوشتن به اونها بریم مراجعت بکنیم. ما میاییم به کتاب‌های خود محمد بن عبدالوهاب، به حرفایی که خودش زده مراجعه میکنیم ببینیم آیا واقعا این حرفا درسته؟ آیا این تهمت‌هایی که امروز ابوالقاسمی و قزوینی و غیره به محمد بن عبدالوهاب میزنن تهمت‌هایی که امروز اینا میزنن یا قبلا هم وجود داشته؟ حتی در زمان محمد ابن عبدالوهاب هم وجود داشته. هر مصلحی که در راه دین قیام کرده تهمت بهش زدن، اهانت بهش کردن، دروغ بهش بستن. به یکیش هم محمد ابن عبدالوهاب است. با این داخل پرانتز بگم که محمد ابن عبدالوهاب نه برای ما دین است، نه برای ما اسلام است، اصلا اگر محمد ابن عبدالوهاب با همه کتابهاش کلا بردارید محو بکنید از تاریخ بشریت، دین ما هیچ تغییری نمیکنه. چون این عقیده و توحیدی که ما بهش اعتقاد داریم نه از محمد ابن عبدالوهاب است، نه از شاگردان محمد ابن عبدالوهاب است، نه از ابن تیمیه است، نه از ابو حنیفه است، نه از مالک است، نه از شافعی است، نه از احمد ابن حنبل است. از الله سبحانه و تعالی است، از کتاب الله است، از ایاک نعبد و ایاک نستعین است. یکی از کتاب‌ها فتاوا و مسائل است. این کتاب رو من خدمت شما، فتاوا و مسائل الامام الشیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله. در اینجا در المسئله الثانیه در اینجا چی میگه؟ میگه که ارکان الاسلام 5. اسلام 5 رکن داره: شهادتان ثم الارکان الاربع. فإذا أقر بها وتركها تحاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. کسی که به ارکان 5گانه اسلام اعتقاد داشته باشه ولو این که ترکش بکنه ما تکفیرش نمی کنیم به خاطر ترک کردنش. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا. علما اختلاف دارن در مورد تکفیر کردن کسی که به خاطر کسالت ترک بکنه مثلا نماز رو، من غیر جهود، به غیر انکار کردن که انسان رو کافر میکنه، اما کسی ترک بکنه ولو به خاطر کسالت باشه علما اختلاف دارن در این مورد. ولا نقاتل الا ما اجمع علیه العلماء كلهم وهو شهادتن. ما با کسی نمی جنگیم، کسی رو نمی کشیم ولا فقط کسانی رو که شهادتان، یعنی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله رو ترک بکنه، قبول نداشته باشه. میریم به صفحه بعدی. در صفحه بعدی همین کتاب در صفحه 11
حتی در اون زمان به محمد ابن عبدالوهاب همین تهمت ها رو میزنن. اما کذب و البهتان، این دروغ و بهتانی که به ما میزنن، فمثل قولیم انا نکفر بالعموم، ما همه رو کافر میدونیم، و نوجب الهجرة الینا علی من قدر علی اظهار دینه، و این که ما دعوت بکنیم که مردم به سوی ما هجرت بکنن. و انا نکفر من لم یکفر، و ما تکفیر میکنیم کسی که تکفیر نکنه دیگران را، و من لم یقاتل، و کسی که با ما نجنگه، و مثل هذا و اضعافه، و 10 مورد دیگه. فکل هذا من الكذب والبهتان، همه اینا دروغ و بهتانی است. الذي يصدون به الناس عن دین الله و رسوله، که این دروغا رو بخاطر میگن که مردم رو از دین الله سبحانه و تعالی و رسولش بازدارن. و اذ كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبدالقادر، و ما تکفیر نمی کنیم کسی که عبادت میکنه بتی رو که بر قبر عبدالقادر جیلانی است، و الصنم الذي على قبر احمد البدوی، و بتی که بر قبر احمد بدوی است، و امثالهما، و مثل اینها رو، لعجل جهلهم و عدم من ینبههم، به خاطر اینکه اونا جاهل هستن و کسی نیست که اونا را آگاه بکنه. فکیف نکفر من لم یشرک بالله، پس چگونه ما تکفیر بکنیم کسی رو که شرک نیاورده به الله سبحانه و تعالی. سبحانك هذا بهتان عظیم، پاک است توی پروردگار و این بهتانی است عظیم. این در کتاب فتاوا و مسائل محمد ابن عبدالوهاب در مورد تکفیر اهل سنت و مخالفینش. در کتاب دیگر الرسائل الشخصیه، نامه های شخصی محمد ابن عبدالوهاب بوده. در صفحه 11 همین کتاب میگه که ولا اکفر احدا من المسلمین بذنب، به خاطر گناه هیچ مسلمانی رو تکفیر نمی کنم. ولا اخرجه من دایره الاسلام، و او را از دایره اسلام خارج نمی کنم. در صفحه 11. و در اینجا کسی از مخالفین محمد ابن عبدالوهاب که نامه‌ای نوشته و در مورد ایشون حرفایی زده، این نامه رو جواب میده و رد میکنه که ما در صفحه بعد خدمتتون نشون میدم. میگه که در این نامه اومده افتراعات و دروغ‌هایی که اصلا به فکر من، به ذهن من خطور نکرده. مثلا گفتن که اینی مبتل کتب المذاهب الاربعه، من کتب مذاهب اربعه رو باطل میدونم، و اینکه اینی اقول من میگم که مردم از من 600 سنه لیسوا علی شیء، و من ادعا کرده باشم که 600 سال گذشته مردم بر چیزی نبودن و ادعای اجتهاد کرده باشم، و اینکه من خارج از تقلید باشم، و اینکه من بگویم که اختلاف علما نقمه است، مصیبت است، و اینکه من تکفیر بکنم و اینی اکفر من توسل بالصالحین، و اینکه من تکفیر کرده باشم کسی که توسل بکنه به صالحین، و اینکه من تکفیر کرده باشم به ویسری، شاید کسی از علما باشه به خاطر حرفش که یا اکرم الخلق گفته، و اینکه من گفته باشم که لو اقدر علی هدم قبه رسول الله صلی الله علیه و سلم لهدمته، و اینکه من گفته باشم این گنبدی که بر قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر بتونم اینو نابود میکنم، و اینکه گفته باشم که اگر من قدرت داشته باشم این میزاب کعبه رو عوض میکنم، میزاب به اصطلاح چوبی نصب میکنم، و اینکه من احرم زیارت قبر نبی صلی الله علیه و سلم، و اینکه من زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم رو حرام بدونم، و اینکه انکر زیارت قبر الوالدین و غیره، و اینکه زیارت قبر پدر و مادر و غیره از اموات رو ناجایز بدونم، و اینی اکفر من حلف بغیر، یا اینکه من کسی که به غیر خدا سوگند بخوره رو کافر بودنم، و اینکه من کافر بودنم فلانی رو و فلانی و ابن عربی رو، و اینکه من دلایل الخیرات رو آتیش زده باشم، و اینکه روض الریاحین رو روض الشیاطین گفته باشم. میگه که جوابی عن هذه المسائل ان اقول سبحانك هذا بهتان عظیم، جواب من به همه این تهمت هایی که به من میزنن این است که پاک هستی تو پروردگارا که این بهتانی است بزرگ. این رو محمد ابن عبدالوهاب میگه. و این آخوندهای زندیق و این آخوندهای دروغگوی شبکه ولایت و قم و نجف و این سیستانی ها و خمینی ها و خامنه‌ای ها، اینها میگن چی؟ میگن
محمد ابن عبدالوهاب اهل سنت رو کافر میدونه، محمد ابن عبدالوهاب مذاهب اربعه رو قبول نداره، محمد ابن عبدالوهاب اجتهاد کرده، محمد ابن عبدالوهاب مذهب جدید ساخته، محمد ابن عبدالوهاب این کرده اون کرده، توسل به صالحین رو کفر میدونه، فلان میدونه. بابا این نامه های خودشه، کتاب های خودشه. اما چی بگیم دیگه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد اینا گفته باشه که اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر شرم و حیا نداری هر چی که دلت میخواد بگو. در صفحه 25 همین کتاب میگه اما این که ذکر کردن که من مردم رو تکفیر میکنم به ظن و گمان یا به خاطر موالات یا اینکه کافر میدونم انسانی که جاهل باشه و بر او حجت قائم نشده باشه، میگه جواب من چیه؟ فهذا بهتان عظیم، این بهتان بزرگی است. یریدون به تنفیر الناس عن دین الله و رسوله، میخوان که مردم را از دین الله و رسولش دور بکنن. همین آخوندهای اون زمان، حجت الاسلام ها و آیت الله اون زمان نمیخواستن که مردم دین حق رو پیدا بکنه. در صفحه 37 دقیقا همون مطلبی که قبلا بهتون نشون دادم، میگه که اینها بهتانهایی رو در مورد من در بین مردم ترویج میدن که انسان عاقل خجالت میکشه اون رو ذکر بکنه. و در اینجا میگه که از جمله چیزایی که ذکر کردن در مورد من، میگن که انی اکفر جمیع الناس، که من همه مردم رو کافر میدونم الا من اتبعنی، الا کسی که پیروی بکنه از من. و ادعا کردن که من گفته باشم که انکحتهم غیر صحیح، نکاحشون صحیح نیست. و یا عجبا کیف يدخل هذا في عقل عاقل، هل يقول هذا مسلم او کافر او عارف او مجنون؟ میگه این چطور به عقل اینها را پیدا میکنه؟ آیا این حرف یک مسلمان و یک کافر و یک دانا و یک مجنون دیوانه میگه این رو؟ و همچنین سخنشون که من قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم رو گنبدش رو خراب بکنم یا دلایل الخیرات رو آتیش بزنم، در حالی که فله سبب ذلك اني اشرت على من قبل نصيحتي من اخواني ان لا يسير في قبله في قلبه اجل من کتاب الله. من میگه در مورد دلایل خیرات حرفی که زمینه که هیچ چیزی در قلب یک مؤمن باید بالاتر از کتاب الله نباشه. و بعضیا این قرائت دلایل الخیرات در قلبشون، یعنی در نزدشون مهمتر از قرآن کریم است. میگه در حالی که حرف من اینه که بعد هیچ چیز در قلب مؤمن بالاتر از قرآن کریم نباشه. اما احراقه و النهی عن الصلاة علی النبی صلی الله علیه وسلم بأي لفظ کان فهذا من البهتان. میگه اما اینکه دلایل خیرات رو آتیش زده باشم یا اینکه نهی کرده باشم از درود فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر لفظی که باشه، این بهتان است. این مطلب در کتاب محمد ابن عبدالوهاب. و همچنین در صفحه 60 میگه همچنین از تهمت هایی که به من میزنن این است که و کذالک، میگن که محمد بن عبدالله گفته که الذی ما يدخل تحت طاعتی کافر و نقول سبحانك هذا بهتان عظیم. بلکه میگن که هر کسی که از من پیروی نکنه کافره. میگم که پاک از پروردگار، این بهتان بزرگ است. این در صفحه 60 همین کتاب این مطلب رو آورده. همچنین در کتاب دیگری که ما اینجا خدمت شما نشون میدیم، در کتاب الدرر السنیه فی اجوبة النجدیه، اینم از کتاب هایی است که مطالبی که در مورد محمد ابن عبدالوهاب و اعتقاد اینها اومده. در اینجا سئل الشیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی اما یقاتل علیه و اما یکفر الرجل به فاجاب. از محمد ابن عبدالوهاب پرسیده شد که شما برای چی می جنگید و چطور کسی رو تکفیر میکنید؟ فاجاب. الارکان الاسلام 5، ارکان دین 5 تاست. اولها شهادتان، اول شهادتان، ثم الارکان الاربع، بعد از اون 4 رکن دیگر.
فالاربع اذا اقر بها وتركها تهاونا فنحن وان قاتلناه على فعلها فلا نكفره بترکها. اگر این 4 رکن غیر از شهادتان رو این رو ترک بکنه، ولو اینکه ما بجنگیم، چون جنگیدن در اون زمان جنگیدن بعضی اوقات به خاطر مسائل سیاسی بود، فلا نکفره بترکها، ما تکفیر نمی کنیم به خاطر ترکش. والعلماء اختلفوا فی کفر تارک لها کسلا من غیر جهود، و علما اختلاف دارن در مورد کسی که ارکان اربعه رو ترک بکنه به خاطر کسل و کسی که انکار بکنه. ولا نکفر الا ما اجمع علیه العلماء كلهم وهو شهادتان، اما تکفیر نمی کنیم مگر کسی که لا اله الا الله و محمد رسول الله رو ترک بکنه، چون اجماع علما در این مورد موجود است. این در مورد محمد ابن عبدالوهاب و اعتقادش از کتاب‌های خودش که من خدمت شما عزیزان پخش کردم. اما مطلب دیگری رو که من میخوام خدمتتون نشون بدم، این آقای ابوالقاسمی، قبلا بهتون گفته بودم که این عبدالله که ادعا میکنه کرده، یک از منافقین همین شبکه ولایت و وزارت اطلاعات است. بعضی از دوستان خورده گرفتن که شما همیشه سوء ظن دارید و فلان دارید به اینا. بعد از همون برنامه‌ای که به خاطر کردها گذاشته بودن، کلیپی رو پخش کردن که گویا من توهین کرده باشم به ملت کرد. همون کلیپی که خودشون درست کردن و تو صفحات اجتماعی پخش کردن در فیسبوک و اینجا، و ما اصل کلیپ رو نشون دادیم. دوباره برگشته بعد از 1 سال از پخش اون کلیپ دوباره همون دروغ رو دوباره تکرار میکنه ابوالقاسمی شبکه ولایت، و ادعا میکنه که ما وقتی که جواب دادیم دوباره توهین کردیم. اولا قضیه که عبدالله از کردستان اومد در موردش صحبت کرد در مورد ملت کرد نبود. من تحدی میکنم که یک کلیپ بیارن که قضیه نکاح محارم و اینا، من گفته باشم که قبل از اسلام کردها فقط این مطلب در بینشون بوده یا این مسئله وجود داشته. کلا در ایران قبل از اسلام هیچ انسان عاقلی این کار نمیکنه غیر از یک احمق جاهل که دیگه از تاریخ خبر نباشه، اینو میاد این کار میکنه. قبل از اسلام از نکاح محارم بدتر بود در دین زردشتی، با اون پرستیدن غیر الله، آتش پرستی، بالاتر از پرستیدن، بالاتر از شرک، بالاتر از کفر دیگه گناهی نیست. حالا یک نفری مثلا مشرک باشه، ما بیایم بگیم که آقا این آدم دزدی کرده، زنا کرده، فلان کرده، علان کرده، بابا این اصلا مشرکه، تو اومدی میگی که والا این گناه کرده، زنا کرده. بالاترین گناه همون شرک و کفری است که داره. این آقا اومد توی برنامه، خب اینا همه تنظیم شده است تو وزارت اطلاعات، تو یکی از خیابان‌های تهران ما آدرس دقیق داریم، 16 نفر رو اونجا سازمان تبلیغات اسلامی وظیفه‌شون چیه؟ جلوی هر کدام یک تلفنی گذاشتن، فقط موقع برنامه به شبکه‌ها زنگ بزنن و دروغ بگن و خلاصه فحش بدن و شبهه پخش بکنن و پارازیت پخش بکنن. کارشون همینه. اینا حقوق میگیرن. دقیقاً وقت برنامه‌های زنده شبکه‌های توحیدی، اینا از سازمان تبلیغات اسلامی در تهران 16 نفر تعدادشون، و اینا حقوق میگن از طرف دولت فقط به خاطر پخش پارازیت به اسمای مختلف، احمد و محمود و رضا و تقی و علی و نقی که دیگه شما بعضیاشون رو میشناسید که تو هر برنامه‌ای زنگ میزنن. یکیش هم همین عبدالله خودمون. این آقا اومد زنگ زد گفت که با من چطور من قبول بکنم که یک کرد قبل از اسلام این کارو میکرده. من گفتم آقا این یک واقعیته، مسئله تاریخی است، ربطی به کرد و غیر کرد نداره. کلیپ کامل هم شما بارها دیدید صحبت کردن. در عرب جاهلیت بدتر از اینا وجود داشت. یک مروری بکنید در مورد زن در بین ادیان مختلف، ببینید چینی‌ها چه اعتقاد داشتن، هندی‌ها چه اعتقاد داشتن، فارس‌ها چه اعتقاد داشتن، عرب‌ها چه اعتقاد داشتن. تو همین هند شوهر می‌برد، شوهرش که می‌مرد زن زنده رو باش دفن می‌کردن. هنوزم در بین بعضی هندی‌ها همین اعتقادات وجود داره. حالا شاید به خاطر پیشرفتی که در رسانه‌ها صورت گرفته مانع بشن حکومت‌ها، اما این اعتقادات هست. در دین زردشتی اگر ما بخوایم در مورد زن صحبت بکنیم که زن چه مکانتی داره، یعنی شاید تعجب بکنید.
چقدر پست و چقدر خار و ذلیل بوده زن قبل از اسلام در ادیان مختلف بدون استثناء. این آقا این کلیپ رو اومد دوباره پخش کرد و به خاطر اینکه پارازیتی پخش بکنه که بله این فلانی هم تو شبکه وصال حق توهین کرده به کردا. کلیپشو ببینیم. کشوری که شما ازش حمایت میکنید 3 تا ایرانی رو اعدام کردن، اصلا شما صداتون در نمیاد. اگه این 3 تا توی ایران اعدام میشدن شما الان داد و بیدادتون هوا بود، ولی الان همه تون ساکت شدین. 3 تا ایرانی، 3 تا از برادران همین سنی ما. خب این در مورد 3 تا ایرانی است که اعدام شدن آقایی که اومد اعتراض کرد. اما کلیپی که در مورد کرداست عرض معذرت این رو من خدمتتون الان نشون میدم. دین اسلام که بحث بله احمد جان صدا تصویر. سنت ایرانی رو به اتهام همراه داشتن مواد مخدر اعدام کردن. نه دادگاهشون مدپخش شد، نه وکیلی داشتند، نه علنی بوده، هیچ. یعنی تمام اشکاله که الان ادعا میکنن هست که هیچ نوعش هم نبود. دادگاهشون پخش شده، وکیلشون صحبت کرده و اتهاماتشون، اعترافات خودشون پخش شده و قاتل هم بودن. خودش گفته آقا من کارایی کردم که تک تک اینها کفایت میکرد برای چی؟ برای اعدام. هیچ کدوم این قضایا نبود. یک عزیز سنی تماس گرفته با این شبکه‌های وهابی، ببینید چطور با او برخورد کردن که میگه آقا 3 تا سنی رو در عربستان به جرم همراه داشتن مواد مخدر اعدام کردن. ببینیم واکنش همین شبکه‌های وهابی چی بوده. بله ببینیم کلیپ شماره 205 و توضیح این که ما هم معتقد نیستیم اون اهل سنت مواد مخدر به عربستان برده باشن، چون دادگاه اونها میدانید برخوردشون چگونه هست. و در مورد دادگاه عربستان، من نمیخوام از عربستان سعودی دفاع بکنم، 16 تا جاسوس ایران همین الان تو عربستان، فقط در گوگل کافی بنویسید که محاکمه الجواسیس الایرانیه سعودیه، بنویسید این کلمه رو، ببینید که جریان محاکمه از 1-2 سال به این طرف که محاکمه اینا جریان داره و هر مرتبه هم که اینا دادگاه رفتن جریان محاکمه و حتی صحبت هایی که رد و بدل شده بین متهمین و بین قاضی در جراید پخش شده. و اینکه افرادی اومدن به سعودی مواد مخدر آوردن، جاسوسی کردن، جنایت کردن، بمب آوردن، مواد منفجر آوردن، بارها ما نشون دادیم، علنا تو رادیو تلویزیوناشون، تو جرایدشون همه این مسائل رو نشون دادن و در موردش صحبت کردن. منتها این میخواد با سیاه‌نمایی در مورد این مطلب بیاد بگه که بله اینا در مورد اون اشخاص چرا سر صدا نکردن و در این مورد اهل سنت که در ایران دادگاهی شدن و اعدام شدن اینا صحبت کردن. و کلیپ دیگر کلیپ توهین به ملت کرد است که دوباره پخش کردم، اما مجبور هستیم اینها رو پخش بکنیم. کلیپ شماره 206. چطوری یک کرد باورش میشه در گذشته خواهرش با برادرش ازدواج کرده؟ این حرف من نبوده، حرف بیننده بوده که چطور یک کرد باورش میشه که این کلا موضوع در مورد کل ایران بوده، کل دین زردشتی قبل از اسلام بوده و ربطی هم تنها به ملت کرد نداشته. این حقیقت عزیزم. آقا عبدالله عزیز، ببینید شما میخواید تاریخ این کار بکنید. آقا عبدالله یک کمی در مورد دین برید مطالعه بکنید. این پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفته باشه. آدم خانواده‌اش باید مهم باشه براش. آخه چجوری یک کرد باورش میشه در گذشته خواهرش با برادرش ازدواج کرده؟ خب این حقیقت عزیزم. آقا عبدالله عزیز، ببینید شما میخواید تاریخ این کار بکنید. این تاریخ که نمیشه این کار کرد. شمایی که این همه به قوم و به تاریخ خب این حقیقت عزیزم. در همین مکه مکرمه امروز مقدسترین مکان برای ما مسلمان ها مکه مکرمه است. در همین مکه مکرمه اعراب جاهلی
چیکار میکردن؟ من انواع ازدواج ها رو بگم که شما یعنی فکر کنید که تمدنی که مثلا در اون زمان، فرهنگی که شما مثلا کردها داشتین در اون زمان خیلی بهتر از عرب های جاهلیت بوده. بله. نمیدونه انسان واقعا چی باید بگه نسبت به این همه جسارت و اهانتی. من یه سوال ساده میپرسم. اگر کسی به آقای انصاری، همین آقای دوزی که آقای ملاحظه میگه چون خودفروش هم هست، این کلیپ بود که دوباره پخش کردن در مورد کردا. اما در مورد خودفروشی من با آقای ابوالقاسمی نصیحت میکنم یک سری به خونش بزنه، از همسرش و خواهر و مادرش اطلاع داشته باشه از وضعیتشون، چون که خودفروشی در کنار قبر حضرت معصومه زنها و دخترها و همسرای شما آخونده هستن که اونجا خودفروشی میکنن. یک سری به خانه و خانواده‌تون بزنید، براتون فکر کنم بهتر باشه. کلیپی که در مورد توهین به ملت کرد درست کرده بود همین شبکه ولایت و قسمتی از اون رو پخش کردن برای سیانمایی برای بار دوم. این کلیپ رو با هم میبینیم. احمد جان کلیپ رو پخش کنید. تدلیس و دروغ سلاح درماندگان. چجوری یک کرد باورش میشه در گذشته خواهرش با برادرش ازدواج کرده؟ خب این حقیقته عزیزم. آقا عبدالله عزیز، ببینید شما میخواید تاریخ این کار بکنید. خدا هرچه تاریخ داریم که پر از فجایع، پر از ظلم، پر از نکاح محارم، خدا در دنیا و آخرت لعنت بکنه. اونایی که شما بهش مینازین اونا سنگ‌های جهنم هستن، امروز در جهنم دارن میسوزن. دور بندازیم این تاریخو. اولین نجات پرست تاریخ بشریت ابلیس بود. پس کسی که تعصب داره شاگرد ابلیس است. همین کردها نجات پرست هستن، به قومشون، به زمینشون، به مملکتشون، به مرزهاشون، به زبانشون مینازن، تعصب دارن. در ایران میبینیم که همون افکار پوسیده کمونیستی هنوز هم متاسفانه در بین کردها که هنوز هم دارن همون شعارهای پوسیده کمونیستی رو میدن. بندازید دور که این حرفای گندیده است، بوی گند ازش میاد. تدلیس و دروغ سلاح درماندگان. چجوری یک کرد باورش میشه در گذشته خواهرش با برادرش ازدواج کرده؟ خب این حقیقته عزیزم. آقا عبدالله عزیز، ببینید شما میخواید تاریخ این کار بکنید. آقا عبدالله یک کمی در مورد دین برید مطالعه بکنید. این پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفته باشه آدم خانواده‌اش باید مهم باشه براش. آخر چجوری یک کرد باورش میشه در گذشته خواهرش با برادرش ازدواج کرده؟ خب این حقیقته عزیزم. آقا عبدالله عزیز، ببینید شما میخواید تاریخ این کار بکنید. این تاریخ که نمیشه این کار کرد. شمایی که این همه به قوم و به تاریخ خب این حقیقته عزیزم. در همین مکه مکرمه امروز مقدسترین مکان برای ما مسلمان ها مکه مکرمه است. در همین مکه مکرمه اعراب جاهلی چیکار میکردن؟ من انواع ازدواج ها رو بگم که شما یعنی فکر کنید که تمدنی که مثلا در اون زمان، فرهنگی که شما مثلا کردها داشتین در اون زمان خیلی بهتر از عرب های جاهلیت بوده. خدا هرچه تاریخ داریم که پر از فجایع، پر از ظلم، پر از نکاح محارم، خدا در دنیا و آخرت لعنت بکنه. اونایی که شما بهش مینازین اونا سنگ‌های جهنم هستن، امروز در جهنم دارن میسوزن. بین هر کشور اسلامی شما ببینید یک منطقه رو ایجاد کردن که هر وقتی که انگلیس بخواد، آمریکا بخواد، یک فتنه رو در اونجا روشن بکنه. و امروز برادر مسلمان من به جای اینکه بیاد برای کشته‌های فلسطین و افغانستان و عراق و برای اطفال گرسنه سوریه که امروز از سردی و گرسنگی دارن جان میدن در سوریه، به خاطری که برای اونا گریه بکنه، اشک میریزه به خاطر تاریخ 2500 ساله خودش. خدا هرچه تاریخی قبل از اسلام ما داریم که پر از فجایع، پر از ظلم، پر از نکاح محارم، پر از نظام طبقاتی، خدا در دنیا و آخرت لعنت بکنه. اونایی که شما بهش مینازین اونا سنگ‌های جهنم هستن، امروز در جهنم دارن میسوزن.
ما هرچی افتخارات داریم از اسلام داریم، ما هرچی افتخارات داریم از قرآن داریم. دور بندازیم این تاریخو. ما هرچی افتخارات داریم از اسلام داریم، ما هرچی افتخارات داریم از قرآن داریم. این به این معنی نیست که ما دور بندازیم این تاریخو. اولین نجات پرست تاریخ بشریت ابلیس بود. الله سبحانه و تعالی گفت که ما منعک الا تسجد اذا امرتک. چه چیز مانع شد که تو سجده نکردی وقتی که تو را امر کردم؟ قال انا خیر منه. ابلیس چی گفت؟ من بهتر هستم از آدم. خلقتنی من نار و خلقته من طین. من را از آتش آفریدی، او را از خاک آفریدی، پس من از او بهتر هستم. اولین نجات پرست تاریخ بشریت ابلیس بود. پس کسی که تعصب داره شاگرد ابلیس است. این که ما اطلاع داشته باشیم، این که از تاریخ خودمون بدونیم، این که در مورد حسب و نسب خودمون اطلاع داشته باشیم، هیچ اشکالی نداره، بلکه بالعکس این کار خیلی خوبیه که ما بدونیم در تاریخ چه گذشته، از اون تاریخ خودمون درس عبرت بگیریم. اما اگر تعصب مطرح شد که ما تعصب داشته باشیم، پس کسی که تعصب داره شاگرد ابلیس است. این قضیه رو الله سبحانه و تعالی در سوره صاد آیه 76 هم تذکر میده. همین کردها نجات پرست هستند، به قومشون، به زمینشون، به مملکتشون، به مرزهاشون، به زبانشون مینازند، تعصب دارن. همین کردها بر جهان اسلام حکومت کردند. صلاح الدین ایوبی یکی از قهرمانان کرد بود که بر همه دنیا تقریبا بر کشورهای اسلامی حکومت میکرد. کسانی که نجات پرست هستند به قومشون، به زمینشون، به مملکتشون، به مرزهاشون، به زبانشون مینازند، تعصب دارن. این که ما اطلاع داشته باشیم، این که از تاریخ خودمون بدونیم، این که در مورد حسب و نسب خودمون اطلاع داشته باشیم، هیچ اشکالی نداره، بلکه بالعکس این کار خیلی خوبیه که ما بدونیم در تاریخ چه گذشته، از اون تاریخ خودمون درس عبرت بگیریم. اما اگر تعصب مطرح شد که ما تعصب داشته باشیم، پس کسی که تعصب داره شاگرد ابلیس است. در ایران میبینیم که همون افکار پوسیده کمونیستی هنوز هم متاسفانه در بین کردها که هنوز هم دارن همون شعارهای پوسیده کمونیستی رو میدن. در ایران میبینیم که همون افکار پوسیده کمونیستی هنوز هم متاسفانه در بین بعضی از این گروه ها وجود داره که هنوز هم دارن همون شعارهای پوسیده کمونیستی رو میدن. هر موقعی هر ملتی که از اسلام به دور شد خوار و ذلیل میشه. این وعده سیدنا امیر مومنان عمر فاروق رضی الله تعالی عنه است. میگه ما قومی بودیم که الله سبحانه و تعالی به وسیله اسلام به ما عزت داد. هر موقعی که عزت رو در چیز دیگری غیر از اسلام جستجو کردیم، خداوند ما رو ذلیل میکنه. بندازید دور که این حرفای گندیده است، بوی گند ازش میاد. و هر چیزی که بوی تعصب قومی، بوی تعصب مذهبی، بوی تعصب زبانی در اون وجود داشته باشه، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که دعوها فانها منتنه. بگذارید، بندازید دور که این حرفای گندیده است، بوی گند ازش میاد. با سلام دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. این بود حقیقت کلیپی که پخش کرده بودن. این کلیپو کی پخش کردن؟ کی درست کردن این کلیپو؟ جالبه بدونید که 6 ماه برنامه آن روی سکه رو اینها نشستن
در برنامه مختلف تماس گرفتن، صداها را از جای مختلف گرفتن، اون جایی هم که تصویر گذاشتن به خاطر اینکه کسی متوجه نشه که قطع و برید شده کلیپ ها. به هر صورت این حقیقتی بود که ما در مورد صحبت کرده بودیم. اما اینها نجات پرستن، آخوندها. نظرشون در مورد کردها چیست؟ من این از کتاب‌های معتبرشون هست، علل الشرایع از شیخ کذوبشون که بهش میگن شیخ صدوق. علل الشرایع جلد 1 و 2 شناسنامش در صفحه 515 باب کراهیت همنشینی با اکراد، باب 310 میگه که از ابو عبدالله امام جعفر صادق رئیس مذهب به اصطلاح خودشون، فقلت له ان عندنا اقواما من الاکراد یجوننا بالبی و نبایعهم، تعدادی از قومی از اکراد پیشمون میان از کردها، با اونو خرید و فروش میکنیم. فقال یا ربی لا تخالطهم فان الاکراد حی من الجن کشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطهم. ای ربی این کردها یک گروهی از جنها هستند که الله سبحانه و تعالی پرده از اینها برداشته، با اینها همنشینی نکن. روایت دوم همچنین از ابو عبدالله امام جعفر صادق ان عندنا قوم من الاکراد و انهم لا یزالون یجوننا بالبی فنخالطهم و نبایعهم فقال یا ابا ربی لا تخالطهم فان الاکراد من الجن کشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطهم. امام جعفر صادق به ربی میگن که با اکراد به اصطلاح همنشینی نکنید که اینها گروهی از جن هستن که پرده از اونها را الله سبحانه و تعالی برداشته، با اونها همنشینی نکنید. این نظر مذهب شیعه است در مورد جن و اینکه کردها قومی از جن ها هستند. به خاطر همین 21 جوان کرد را اعدام کردن، چون 21 جن اعدام کردن دیگه، در حقیقت طبق مذهبشون اهمیتی هم براشون نداره. در مورد بقیه اقوام در کتاب کافی، فروع کافی جلد 5 شناسنامش، در اینجا در این مطلب اینجا در مورد صفحه 219 در مورد سیاها باب زده در کافی، باب من کرح مناکح من الاکراد و السودان و غیرهم. میگه که در اینجا از ابی عبدالله روایت هست که قال امیر المؤمنین ایاکم و النکاح الزنجی فانه خلق مشوه. این با سیاها ازدواج نکنید که اینها انسانهایی هستند، به اصطلاح خلقی هستند مشوه، میشه گفت ناقص الخلقه یا انسانهای ناقص و اونایی که چهرهشون عوض شده، مسخ شدن به اصطلاح. روایت سوم از ابی عبدالله امام جعفر صادق در این باب در مورد اکراد و سودان و غیره است. گفته که لا تناکحوا الزنج، با سیاها نکاح نکنید، بل خزر فان لهم ارحاما تدل علی غیر الوفا، با سیاها و اهل خزر ازدواج نکنید که اینها رحمهاشون اهل وفا نیستن. یعنی چی؟ یعنی زنهاشون زناکارن والعیاذ بالله، یعنی عمده دیگه همه رو متهم میکنن اینا. گاهی پرسیدید چرا این آخوندا این چیزا رو تو کتاباشون زیاد مینویسن؟ از بس که این چیزا تو بین خودشون و خانواده‌هاشون و زنهاشون اینا هست و کسی به کسی اعتماد نداره در دین آخوندیزم. کسی نمیدونه که زنش با کی متعه کرده، دخترش با کی رفته صیغه کرده، چون این تصویر ذهنی که از خودشون دارن رو منعکس کردن در کتابهاشون. بعد از اون و همچنین والهند، اهل هند، و سند
اهل سند والقند، این قند یعنی قندهار، لیس فیهم نجیب. یعنی چی؟ یعنی اینا حرامزاده هستن، نجیب نیستن. الان شما حساب کنید، لا تناکه الزنج، سیاها، کل قاره آفریقا الا آفریقای شمالی که تعدادی سفید پوست هستن، والخزر، اهل خزر، والهند 800 و چند میلیون، و سند 200 و چند میلیون پاکستانی، والقند، چون قندار اون موقع پایتخت افغانستان بوده، همه افغانستان، اینها همه حرامزاده هستند طبق کتاب آقای کافی کلینی والعیاذ بالله. کی رو گذاشتن سالم؟ اینا نجات پرست نیستن. کیا هستن؟ تنها به کردا توهین نکردن، اینا دشمن همه بشریت هستن، هم سیاه، هم اهل خزر، هم هند، هم سند، هم قندار. اینا نجیب نیستن. و ارحام، رحمهای زنهای اینها دلالت میکنه به عدم وفا. یعنی چی؟ یعنی به شوهراشون خیانت میکنن. اینا از کسی دیگه باردار میشن، چون کلینی خودش حتما از کسی دیگه باردار شده بوده، مادرشون از کسی دیگه باردار کرده بوده، تصویر ذهنی خودش رو منعکس کرده در کتابش. و واقعا مطالبی هست در کتاب اینو که آدم خجالت میکشه اینها رو نشون بده. حالا در مورد فارس ها این داد میزنید آی ما فارس ها تاریخ و فلان و الان. ببینید که در مورد فارس ها آقایون چی میگن. این کتاب اصول کافی جلد 1 و 2 در روایت 7 در صفحه 347 کتاب الحجه میگه سیدنا علی از ابو عبدالله روایت شده، ابو جعفر صادق، سیدنا علی از قوم خویشش، از دایاش، از بنی مخزوم کسی بود که سنی بود به اصطلاح، ابوبکر عمر دوست. وقتی که این مرد، برادرش که شیعه بود اومد پیش حضرت علی که خلاصه من خیلی دلم تنگ شده برای برادرم، فقال له تشتهی ان ترى، اشتها داری که ببینی برادرتو؟ فقال بله، گفت بله. فارینی قبره، گفت نشون بده قبرشو. فخرج و معه بردت رسول الله صلی الله علیه و سلم، خارج شد و عبای رسول الله با خودش شد. به قبر این جوانک رسید، تلملمت شفتاه، این لباش حرکت کرد، وزوز میکرد به اصطلاح. ثم رکزه برجلی، با لگدش زد به قبر این جوان. فخرج من قبری هو یقول بلسان الفرس، این عربی از بنی مخزوم، از دایزاده های حضرت علی، از قبرش بلند شد و با فارسی دیگه شروع کرد سلام علیکم، حالتون خوبه، چه خبر؟ فقال امیر المؤمنین علم تمد و انت رجل من العرب، حضرت علی که تازه علم غیب هم میدونسته گفت مگه تو وقتی که مردی عربی نبودی؟ از بنی مخزوم، از قریش، از قبیله خالد بن ولید، از دایزادای حضرت علی عربی بوده، مرده، از قبر که زندهش میکنه حضرت علی شروع میکنه به فارسی سلام علیکم، خسته نباشید، حال شما خوبه؟ قال بله، گفت که چرا؟ من عرب بودم که مردم. بلا کنا متنا علی سنت فلان و فلان، ما پیرو ابوبکر و عمر بودیم، فانقلب السنتنا، زبانمون عوض کردن. این روایت 7 در کتاب آقای کافی. مازندرانی اینها اومده این روایت رو شرح داده، شرح آقای مازندرانی در شرح کتاب کافی، الکافی الاصول و راضه، این آقای مولا محمد صالح مازندرانی اومده اینو شرح داده. در شرح این روایت رو که در اینجا آورده که بلا ولکن متنا علی سنت فلان و فلان فانقلب السنتنا، در اینجا آورده میگه قوله فانقلب السنتنا، الظاهر، ظاهر اینه که اهل النار یتکلمون کلهم بلسان الفرس، جهنمی ها همه فارسی صحبت میکنن، فارسی زبانن، و این کانوا عربیان، ولو این که عرب باشن، و اهل الجنه یتکلمون بلغت العرب و این کانوا من اهل الفرس،
و کسایی که وارد جنت میشن عربی صحبت میکنن ولو اینکه فارسی زبان باشن. اینم شرح حدیث از کتابای خودشون، نه اینو محمد ابن عبدالوهاب گفته و نه کسی دیگه. در کتاب الوافی هم همین مطلب رو من به خاطر اینکه دوستان عزیز مصادر مختلف رو نشون بدم، این کتاب الوافی است از فیض کاشانی، در اصفهان هم چاپ شده، اینم شناسنامه‌اش چاپ ایران و اینم همون روایتی که از کافی هم اینجا نقل کرده. قال بلا ولكن متنا على سنة فلان و فلان فانقلبت السنتنا. این شماها فارسی زبان ها در هر جای دنیا که هستید فاتحه خودتون رو بخونید. این هم فرهنگ سرای ادبیات فارسی و این از زحمتی که میکشید و قاموس ها و دایره المعارف ها و ادبیات فارسی و شعر و هنر و اینا رو همه رو بندازید دور. چرا؟ چون که به قول آقای کلینی و این آخوندهای زندیقی که امروز دارن بر شما حکومت میکنن، اینا هیچ کدومش به درتون نمیخوره، بلکه باید اینا رو آماده بکنید تو چیزایی بنویسید که فردا چون اینا رو مجبورید اما با خودتون ببرید جهنم، چون جهنم باید فارسی صحبت بکنید. این دین کلینی است، این دین آخوند است که اینطوری با بشریت برخورد میکنه. من نمیخواستم زیاد روی این مسائل صحبت بکنم، منتها چون دوست داره آقای ابوالقاسمی و جماعتش این مسائل رو. یک از صفات یهود میدونید چیه؟ میگفتن که نحن شعب الله المختار، ما بندگان برگزیده الهی هستیم و بس بقیه بشریت همه برای خدمت برای ما آفریده شدن. چون اصل اینا عبدالله ابن سبع یهودی از دقیقاً همین اعتقاد رو هم کاپی کردن در دینشون. کتاب الاصول من الکافی در کتاب فضل العلم جلد 1 صفحه 34 در اینجا میگه که ابو عبدالله گفته امام جعفر صادق مردم سه دستن، عالم و متعلم و غثا. عالم متعلم کسی که علم یاد میگیره، غثا هم خس و خاشاک. جای احمد نژاد گفته بود که خس و خاشاکن اینا. فنحن علما، اهل بیت که هستن اینا علما هستن و شیعتنا متعلمون، شیعه ما متعلمون هستن و سایر الناس غثا، بقیه مردم خس و خاشاکن. سبحان الله. این نجات پرستی دین تشیع رو نشون میده که چطور برخورد میکنن با غیره. در کتاب والله مطالبی هست در این کتاب ها اینها که آدم خجالت میکشه اینجا در تلویزیون نشون بده در مورد نجات پرستی هایی که اینها دارن در کتاب هاشون. به همین قدر اکتفا میکنیم از این زباله های کافی و وافی و بهار و لنبار و اینها و همین چیزام داره تجلی میکنه در دین و مذهب اینا. یک کلیپی رو نشون داد من اونجا، یکی دوستان کلیپی رو فرستاده بود که شما مطلبی رو از کتابا اینو نشون دادید در مورد اینکه کسی که شدید و سواد باشه وارد چیز نمیشه، وارد جنت نمیشه و در زیرش مطلبی بوده که اینو نخوندید. من این رو هم جهت رفع شبهه دوستان اینجا نشون بدم. این کتاب خصال الخصال با ابن بابوی قمی صفحه بعدش در اینجا مطلبی رو آورده: لا يدخل الجنة مدمن الخمر ولا سکیر ولا عاق ولا شدید السواد. وارد جنت نمیشه شرابخور، کسی که همیشه خمار است، و عاق والدین و کسی که زیاد سیاه باشه. و در اینجا اومده قال مصنف هذا الكتاب رضی الله یعنی بشدید السواد الذي لا يبيز شيء من شعر رأسه ولا من شعر لحيته ما كبر السن و يسمى الغریب. اینجا گفته که این مصنف اینجا اومده اینو حالا ماسمالی بکنه که در اینجا این که گفته سیاه، کسی که زیاد سیاه باشه وارد جنت نمیشه، منظورش اینه که
ریش و موی سرش سفید نشه، سنش بالا رفته باشه اما ریشش و سرش. این لفظ حدیث نیست، این ماسمالی آقای ابن بابوی قمی است که در اینجا آورده. با اون روایتی که از کافی نشون دادیم که در مورد اکراد و در مورد زنج سیاها و اهل سودان، چون سودان که وقتی گفته میشه در اون زمان سودان کل آفریقا تقریبا بهش میگفتن سودان، این نیجریه و سودان فعلی و لیبی و زنجبار و سنگال و مدغشقر و این کل این کشورها رو همه رو بهش میگفتن سودان. این دردی رو دوا نمیکنه که اینو آورده بودن سر صدا کرده بودن بله آقا این پایینش رو نخوندید شما، پایینش هم براتون خوندیم. آقای ابن بابای قمی اومده ماسمالی بکنه این روایتتون رو، اما در جای دیگه فراموش کردن که در کافی از این بدترش وجود داره که غیر از خودشون رو متهم میکنن به حرامزاده بودن. این در مورد سیاها. البته توهین های اینها به همه انسان ها، اینجا که مثلا بعضی از قوم ها ذکر شده، بعضی از مثلا در مورد مردم مصر، در مورد بقیه انسان ها مطالب زیادی دارن اینا در کتاب هاشون، منتها در مورد کل بشریت میگن که همه انسان ها حرامزاده هستند غیر از شیعیان و این در کتاباشون اومده. این قضیه توهین به سیاها رو من خدمتتون نشون بدم از کتاب خصال شیخ صدوق که حتی خوزستانی ها رو اینجا ذکر میکنه. امام صادق ترجمهش هم خودشون کردن. امام صادق فرمودن که حلاوت شیرین ایمان در دل سندی و زنگی و خوزستانی و کرد و بربر و مردم سرزمین پر نشیب و فراز ری و در دل کسی که مادرش او را از زنا عامله شده راه نمی‌یابد. خوزستانی، سندی، زنگی، خوزستانی، کرد و بربر اینا مؤمن نیستن. این روایت رو در کتاب خصال شیخ صدوق اینجا آورده، روایت 837. اینم مبارک باشه برای برادران و عزیزان کردمون که این اعتقاد رو دارن در مورد شماها. در مورد مصر هم که اینا رو در مورد اهل مکه و مدینه در کتاب کافی ببینید در اینجا چی میگه. ان اهل مکه لیکفرون بالله جهرة، اهل مکه آشکارا کفر می‌ورزند و ان اهل المدینه اخبث من اهل مکه، اهل مدینه خبیث‌تر از اهل مکه هستند. اخبث منهم 70 ضعفا، 70 برابر خبیث‌تر هستند. اینمون ابو بصیر روایت کرده از امام. ابو بصیر همون کسی که سگ‌ها مورد عنایت قرار میدادن همیشه ایشون رو. اینم در مورد اهل مکه و مدینه. در مورد اهل مصر هم که اینجا در کتاب بهارالانوارشون در مورد اهل مصر میگه که در ظرفای اهل مصر چیزی ننوشید که این برای شما چی میاره؟ دیاست میاره. اینم در مورد اهل مصر. کسی سالم نمونده دست این آخوندا، به همه اینها تهمت میزنن، به همه اهانت میکنن و من مطالب زیادی است که واقعا یعنی آدم خجالت میکشه این مسائل رو نشون بده. علی کل حال به همین قدر اکتفا میکنیم.